به خدا که همین جوانای امروزه ما خود به انصافن، تمامی هوش و یادشان به تلفن، روزی در آن گوی و چشم و گوش و فوک و نولشان به همون تلفنی دستشان چسبیدگی. هر روز از پهلویشان 10 دختران نیملوچ و اوریان میگذرند و آنها پروانه دارند، رگشان نمی جنبد، یا چشمشان سیر یا حوصلهشان در جوانی پیر شدگی، حتی نیم نگاه هم نمی کنند. انمی بدبختی انمی اکوتان اصلا از همین نیم نگاه سر زدگی، یک 20 40 50 او انچه پیشتر او دوروی اسکی با همان وقت من جوانی آلوفتن ما بگاهی بعدی کار لباسی تازهی جای روک پوشیدمو به یگانه جای فرهنگی قشلاق، جای واخوری آدمانی نجیب و زنان و دختران از آن هم نجیبتر به سری پادجا و برآمدم گویید. برابری به آنجا رسیدن به نظرم نمود که یک بیوچه خال و خط کشیده به سویم نیم نگاهی کرد و با تبسم چشمک زد و همین نیم نگاه کفایه بود. شب بعدی قراری پای مردم راست به خانه بیوه پراندم. و شطه اول از خوری سری دیوار خوردم گوید. خواستم 2 چوبی سرخوری را داشته به یک جهش مردانه خود را به آن سوی دیوار گیرم، لیکن چوب های خانه بیمرد نامردی کردند. 9 تا نیم دیوار برآمده بودم که چوب ها سرخوری و خاکی سری دیوار را به سری من برداشتند. تا پستی به پشت به زمینی پر از سرگین سویجی گاو افتیده من سگ همسایه شنید. تمامی خار و خسی سری دیوار با خاک و خاک چوب در گلش همچون غالب گوشتین در بالای شکمم. این لباسی جای روک چی شد؟ سگ رسم نرسم من پریده خیستم و از جای اکنون بی سرخوری دیوار جهیده خود را به درونی حولی گرفتم. برابری از حولی گذشتن فهمیدم که مقالی مردمی ما دوست شده و شب مهتابی این چی معنا دارد. این مهتابی زارمانده هم دیگر کار نداشتگی بر این تا بین آسمان آمده است و اکنون به کدام طرف رفتنش را ندانسته چون آدمی راه گم زده با دهانی واو از جایش نجنبیده نورپاشی میکند. شب روز بر این روشن. او تو فکر نمی کنی که همین مردمی بیچاره شب و نیمی شب یک کار و بار دارن؟ کراچی حولی روز بر این روشن. من ناچار خودم را به سایه یگانه چهارمغز یا چیناری 100 ساله کشیدم که در بین حولی قامت افراخته بود. باید گویم که خانه چندان هم بیمرد نبوده است. در روشنی چراغ بالاخانه همون زنک از پسی پرده تیرزه سورابی 2 کس می نمود و یکی از آن 2 چندان زن هم نبود. من حال گمان کردم که احتمال یگان برادرش خبرگیری آمده است. همین زمان برآمده می رود. بنابراین قرار دادم که در سایه چینار یگان ساعت انتظار شوم و 2 شته دیگر من در سایه چینار خوردم گویید. یکم برابری تیرزه را کلان کشادن سوراب من دیدم که وای برادری زنکی من به من نیم نگاه کرده بلکه رئیسی کلخازمان بوده است. آخر وای بینم 3 زنی قانونی داشت. راستش شما گمی من هم مثل تمام اهل کلخاز از همین رئیسمان مدرد می ترسیدم. لیکن امروز رسا فعلم آمد گویی او علم میکند ده چرا رئیس به سری بیوهی به من چشمک زدگی می پرانده است؟ آخر من هم کم نی غم نی وای گلاو بخ سرمحاسیب. دویم در همین خیل هوای صاف و بیغبار مهتابی ناگاه به سری من بارانی بدبویی به باریدن سر کرد. من از کجا میدانستم که
این چنار جای جمع آمد زاغان تمام جهان بوده است. من نمیدانم این زاغان پدر لعنت اون روز چی خورده بودند و چی قدر خورده بودند، لیکن از روی آن باران بدبویی که به ایست به سر من میبارید انیق به قرار آمدم که زاغان آقی پدر از کجای داروخانه یافته تمامی پرگین آن را نول زدند و بعد به قشلاق ما آمدند. کدام ابله گفت که اگر پرنده در بالای سرت وای کند آدم بوی به دولت میشود. اگر این گپ راست می بود حالا هو انامون یگانه ستونی کجله برای فرو نرفتنی بام در بین خانه زده من از طلای سرخ می شد، چون که بعدی چند در بالای تاقی جای رود و سر و کتفی پیجکی جای رود قلعچه های بدبوی قامت افراختند که ساختمانچیانش همین زاغ شکمرو و دلپیچاک شده لعنتی بودند. پس از چندی حس کردم که اگر از تگی درخت جانم را کج نکنم به حاجتخانه زاغان تبدیل یافته از این بوی بد نفس گردان شده مردنم ممکن. بنابراین کوشش کردم که یک بلا کرده خودم را به سایه بامگوشه همون بالاخانه طاهر و زهرا گیرم. در درونم قصاص می جوشید. به خود اندیشیدم که نشیمنگاه نام از چند جانب قلی‌تر است. اول اینکه من از بارانی بدبوی خلاص می شدم، ثانی صحبت این دو دلداده را به یاد می گیرم و روزی دیگر در مجلس پراولینیا روی هر دویشان را سیاه می کنم، یعنی قبرشان را با دست خودشان می کنم و با سرعت به سایه بالاخانه به پیشوازی شته نوبتی دویدم. به تگ بامگوشه رسیدم و حالا نفسم را راست نکرده در بالای سرم در دهلیز بیدری بالاخانه رئیس پیدا شد. او من از ترس خودم را در سایه تگ دیوار به شکم پرتافتم. من تا حال نمیدانم که آن وقت رئیس خوشی بیرون برایی نداشت یا در آن حولی حاجتخانه نبود. چیزی که نباشد رئیس کلویده به لب دهلیز آمد و راست به بالای من سر داد. ای پیری تو مردان، خوب زاغان بسیاری بودند، آنها را فهمیدن حتی از گناهشان گذشتن ممکن، لیکن در یک شکم غنچیدن اینقدر آب این به یگان عقل آدمی راست نمی آید. قلعچه های بدبوی سری کتف و بالای تاقی سرگینی گاوی هنگامی از دیوار افتیدن و پشت لباس جای روک چسبیده با سیل ناودان پاکیزه شسته شدند. آب شرست تا کف پایم می رفت و باز از آنجا به طوری سرم برمی گشت. از شیم و کستیومم گذشت، به گردن و گریبانم در آمد. از تگ بینیم جویچه جاری شد که در بدبویی به باران چنار مسابقه داشت. زارمانده آبی که سرچشمش در بالاخانه باشد و به بالای آدمی به شکم خواب ریزد در هر قسمتی بدن هر خیل آواز می برآورده است. وقتی به بالای تاقی شوریدن یک خیل، در گردنی لوچ دیگر خیل، در لباس جای روک باشد تماما به شکل نو صدا می داده است. از همه علم آورش می دونید چی بود؟ رئیس صاحبی سرچشمه پس از انجام این دهشتی دور و دراز ناسش را به بالای من توف کرد و به بیوچه سری پادگی غورید. چرا توقمی خرد را در تگ دیوار ماندی؟ با گمانم من آن را کمترک تر کردم. حالا به جوانانمان گفتنیم که نظر بلندیتان درست، خودتان را احتیاط کنید، نباشد از باران بدبوی گریخته به ناودانی از آن هم بدبویتری دچار شدنتان می‌دهد. باز کی می‌داند؟ چنانه که من از تجربه خودم می‌دانم، هر بیوه گمان مبر که خواهد.
از این نصیحتی بهتر ای کجا